سلام خدمت دوستان، خسته نباشید خدمت همکاران. یه دونه کویک به ما مراجعه کرده با ایراد این که موقعی که کلاج میگرفت موتور صدا میداد. کارتلش رو باز کردیم. یکی از ایرادایی که این موتور داره همینه، این بغلی اتاقان خورده میشه، قطرش کم میشه. موقعی که کلاج میگیرین موتور شروع میکنه به صدا دادن. اما میلنگ موتورش رو البته گذاشتم پایین چون میلنگ باید عوض شه. مشخصه یا نه؟ بغل اتاقانی یه دونه اینجا میفته، یه دونه اینجا. ببینید موقعی که شما کلاج میگیره از اینجا نیرو وارد میشه، میلنگ میاد جلو، شروع میکنه به صدا دادن. بغل اتاقانی کارش اینه که خلاصی طولی میلنگ رو میگیره. خب ما موتورش رو گذاشتیم پایین و بدون اینکه پیستون ها رو از جاشون در بیاریم میلنگ از پایین عوض میشه. حتی خب گیربکس و قسمت تایم و اینا همش باز، اویل پمپ، دیسک و صفحه فراویل اینا همشون باز. این میلنگ خراب شده و باید عوض بشه. دوستان ما اینجا چون نمایندگی هستیم، الان این میلنگ اگر در مغازه باشه یا بیرون باشه تراشکار تعمیرش میکنه، درستش میکنه، ولی خب ما چون اینجا نمایندگی هستیم و این ماشین فکر کنم 1200 تا کارکردی نداره، گارانتی میشه میلنگش عوض میشه. میلنگ و یاتاقان و بغل یاتاقان همش عوض میشه. سوالی بود در خدمتم، یا حل.